فرار قسیم ابراهیمی بار دیگر از کابل. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی قسیم ابراهیمی در افغانستان. دلیل برگشت قسیم ابراهیمی به کشور چی بوده است؟ اکنون قسیم به کدام کشور رفته است و مصروف چی کارباری خواهد بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید و ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. قسیم ابراهیمی یکی از کمدین‌های موفق و چهره دست کشور است. شهرت و محبوبیت بسزای خودش را دارد. قسیم ابراهیمی برنامه‌های مختلف را برای تلویزیون جهانی طلوع می‌ساخت و مدیریت می‌کرد. وی بعد از تحولات سیاسی در کشور مجبور به ترک کشورش و کشور دبی شد. اما قسیم ابراهیمی در دبی نتوانست به یکی از کشورهای سوم برود. وی بعد از مدت 3 سال در مهاجرت دوباره به وطنش برگشت و برنامه‌های مختلف را در تلویزیون جهانی طلوع بار دیگر ساخت. تازه تصاویر قسیم ابراهیمی توسط خودش در صفحه اینستاگرامش نشر شده است که وی افغانستان را به مقصد دبی بار دیگر ترک کرد. اما معلوم نیست قسیم ابراهیمی به چی دلیل به کشورش برگشت و چرا دوباره به دبی رفت. اما قسیم ابراهیمی چینل یوتیوب شخصی به نام خودش ساخته است و برنامه‌های مختلف در چینل یوتیوبش نشر می‌کند. وی در دبی از طرف افغان‌ها حمایت خوب می‌شود و در آنجا کاروبار شخصی ندارد و در رستوران من حیث مهماندار اجرای وظیفه است. ما هم در انتظار نشر تازه‌ترین برنامه‌ها از این کمدین موفق و بااستعداد کشور خود خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان قسیم ابراهیمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.